شما وطندارای گل، امید که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی دیگر از چینل خودتان آنلاین کش ایرجی. دوستان عزیز، ما در این چینل در مورد درآمدهای مجازی یا همون آنلاین و آردراپ های تلگرام ویدیو آپلود میکنیم. اگر شما هم مایل به درآمد آنلاین هستین، چینل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدین تا با مزه که ما ویدیوی جدیدی آپلود کردیم شما با خبر شین و بیاین ببینید. و اگر از این ویدیوی ما خوشتان آمد، ویدیوی ما رو یک لایک بکنید. خب امروز آمدیم در مورد همستر گپ بزنیم، آخرین آپدیت هایش رو بررسی کنیم و ببینیم که سکه مهم است، پروفیت مهم است، کلی مهم است، چی مهم است. دوستان عزیز، با توجه به آخرین آپدیتی که ما شما میبینیم اینجا، تاریخ سپتامبر 26 سپتامبر 2024 اضافه شده. آیا در این تاریخ لیست میشه؟ خودش که نوشته که لیستینگ ریک، یعنی تاریخ لیست شدن. البته همستر در دروغ گفتن سابقه داره و قبلا گفته که در جولای لیست میشه که ما شما دیدیم که دروغ گفت و لیست نشد. آیا ببینیم که این تاریخی که برای ما شما گفته تاریخ واقعی است، آیا در این تاریخ لیست میشه یا نه؟ آیا ارزش داره که ما این را ادامه بدیم و بریم سکه جمع کنیم و پروفیت خود بالا ببریم و کلید بگیریم یا نه؟ دوستان عزیز، من میگم به احتمالی زیاد ارزش داره. چرا؟ شما میگین که وقتی ما حیف میشه چی میشه فلان اینا. ببینید، ما شما در روز مثلا 10 دقیقه وقت خود بانیم میایم یک پروفیت خود میبریم بالا، یک سکه خود میگیریم جمع میتونیم فلان اینا. بیام خلاص شده، ما همین 10 دقیقه یا بیشتر از در تیک تاک مصرف میکنیم. میریم تیک تاکرها رو سعی میکنیم جنگ فلانی تیک تاکر گوز زد، فلانی تیک تاکر عاشق شد، اینا رو وقت داریم ببینیم. خب اما وقتی که دوام میمونین یک 10 دقیقه بین در اینجا بونین، یک وقت دیدین که همین لیست شد، شما یک سکه دارین، یک درآمد خود میایه، باز خوب است. حتی $50 بیایه، وقتی $50 مفت بیایه، بعد از $50 که مفت برای ما و شما میایه، آیا ارزش نداره؟ اگر بگه که وقتی ما مصرف میشه، ما و شما هر کاری ما هر چی باشه در 24 ساعت وقت داریم که نیم ساعت بریم در اینستا بریم این طرف و طرف بریم. پس من میگم ارزش داره. و ای که احتمال لیستش هم بالاست. چرا میگم دوستان از من از خاطر این تاریخ نمیگم که بالا نشه که 27 روز و فلان اینا، از این نمیگم. وقتی ما میایم در گوگل میزنیم همستر کامبات، وارد این سایت که میشیم، اینجا تک به تک جزئیات گفته که مثلا چی مراحلی پیش میایه، چی میشه، چی نمیایه. مثلا گفته کاراکتر ان اسکین میایه که آمده، راست میگم، و اچیفمنت میایه که اچیفمنت هم آمده. ما که این رو دیدم گفتم یک احتمال داره لیست شوم و شما مگه خواستین یک در سکمی که جمع کنین، اگر لیست شد برایتون خوب است و ما هر زمانی که لیست شد و آخرین خبرها را برای شما اپلود میکنیم. خب فکر کنین که این لیست نشه، چی چیزایی لازم است که ما سکه خوب بگیریم. و این دوستان عزیز، اینجا دوباره پاسیو اینکم اشاره کرده، انتاسک و فرند و اچیفمنت و تلگرام و کلیدان. ولی در مورد سکه هایی که ما و شما داریم هیچ گونه اشاره نکرده که آیا سکه که ما و شما دارین یا هم به درد میخوره یا نه. خب دوستان عزیز، این را بگم که قبلا هم همستر یک ویدیو مانده بود در یوتیوب خود و گفته بود که ما پروفیت ماندیم و شما سکه جمع میکنید فلان و فلان اینا. خب یک سری از تریدرهای خارجی آمدن پستای ماندن در مورد از که گفتن همستر میای ما را بازی میده. چرا؟ چون تعداد یوزر زیاده است، میخواه این گپا را بزنه که مثلا مردم سکه های خود خرج کنه، پروفیت خود بالا بره. این احتمال هم وجود داره. خب بخاطر همین ما برایتان پیشنهاد میکنم که شما پروفیت خودم در اندازه بالا برین، همزمان سکه خودم داشته باشین و این تاسکایی که در این پایین نوشته است اینجا میایین، این تاسکا را انجام بدین، ویدیوهای یوتیوب سایل کنین، اینا قطعا برایتان خوب خواهد بود. دیگه وارد بخش اچیفمنت که میشین، اگه تانستین سکه تان تقریبا یک 10 میلیون سکه تان خرج کنین، 10 دانه کاراکتر دانه 1 میلیون است بخرین که اینجا یک اچیفمنت تان پورا میشه. این اینجاست. خب برایتان میگم آنلاگ سکین ما 10 دانه را خریدم و میبینید که 10 دانه باش تو برایتان نشان میدم. اینجا میگم که ما 10 دانه پورا است، یعنی 10 تا اسکین دارم. اگر شما تانستین این را بخرین بسیار خوب است. بسیار وقت لیشا قطعا یکی از ضروریاتش همین خواهد بود. خب دوستان عزیز،
این بود از ویدیوی امروز. امید که خوشتان آمده باشه، امید که همه چیز دانسته باشم برایتان توضیح بدم. اگر شما کدام سوال چیزی داشتین در کامنت از ما پرسان کنین، ما برایتان جواب میدم.